دعا میکنیم دعاهامو قبول نمیشه. برای چی؟ برای اینکه مطعم ما حرام است، درآمد یا حرام است، یا چیزی حرام میخوریم بعد دعا میکنیم دعامو قبول نمیشه. بعد گویا الله دعا را قبول نمیکرده باشد. من 2 سال ایسان دعا میکنم دعامو الله قبول نمیکند میگه آدم. الله تعالی دعا را قبول میکند برادر عزیز. شرط و شروط است، مانعه هاش دفع کردن کار. چیکار کنیم که دعا قبول شود؟ دعا قبول میشه. اصلا وعده الله تعالی است ادعونی استجیب لکم. دعا کنید تو من دعاهای شما را قبول میکنم. لیکن اگر طعام حلال خورد حرام خورد آدم دعاش قبول نمیشه. سعد بن ابی وقاص گفت که یا رسول الله چیکار کنم که دعام قبول شد؟ تا که اطیب مطعمک، طعامت حلال کن. بگذار یا برده نان قاق خورید لیکن یک دهن دعا کنید دعاتون الله تعالی قبول میکنه. بنابراین برادر کمتر در ایام ناداری صبر کنید. دیر نگذشته آدمی دارا میشید.